عرض درود و سلام خدمت عزیزان و مخاطبین بزرگوار. در این بخش از برنامه در مورد طرح جدید دکترین دفاعی ایران که در واقع دکترین پاسداری پیش دستانه هست، مقاله‌ای در واقع یادداشت شده که به سمع و نظر عزیزان میرسانم. برنامه مهمی هست و برای پیشبرد یا پیشرفت در خوانش مسائل راهبردی و استراتژیک بسیار مؤثر است و همچنین مسائل تمدنی. تمامی کشورها دارای یک طرح دکترین دفاعی برای خودشون هستند، اما در بازاندیشی در دکترین دفاعی که دمان طرح دکترین پیش دستانه به عنوان ابزاری برای جلوگیری از جنگ، بایستی خدمت شما عرض بکنم در ادبیات کلاسیک امنیت ملی کشورهای مختلف برای تضمین بقا و کاهش احتمال جنگ مجموعه ای از دکترین ها و راهبردهای بازدارندگی را اتخاذ می کنند. این یه اصلی هست در تمامی دوران ها، از دوران باستان کتاب یا مصحف مربوط به مسائل استراتژیک مربوط میشه به کتاب هنر در واقع جنگ سانتزو که برای حدود 2500 سال پیش فرماندهان بالا رتبه‌ای بود که در واقع در دوران چین و پادشاهی‌های چین توسط این راهبردها به موفقیت‌های بسیار بسیار بزرگی دست پیدا کردند. دوستان حتما کتاب سانتزو هنر جنگ رو بخوانید اگر چنانچه علاقه داشته باشید به مسائل نظامی، به دکترین‌های نظامی، به مسائل استراتژیکی، که اونجا در واقع پایه تمام اصول جنگی و فنونات و تاکتیک‌ها. و در ادامه یکی از چالش‌های بزرگ این است که چگونه کشوری که به صورت اصولی آغازگر جنگ نیست بتواند در محیط پرتنش مانع از اقدام ضربه اول از سوی طرف مقابل شود. دیگه ببینید برای ما در حوزه باز میگم پاسخگویی ما در حوزه ضربه دوم هستیم، یعنی ایران و بیشتر کشورها مانند روسیه، چین و اکثر یعنی اغلب کشورها از دکترین ضربه دوم، یعنی اگر بهش حمله نشود، تجاوزی نشود، قصد و تمایل به جنگ را ندارد، یعنی جنگ طلب نیست، توسعه طلب نیست. بالعکس ذات غرب که یک ذات متاسفانه امپریالیستی دارد، از همان دوران باستان و از همان دوران روم یا همان دولت شهرهای یونان که هم عصر در زمان سلسله هخامنشیان در ایران، اگر میبینید شما تاریخ رو دقت بکنید، بارها به مرزهای ما تعدی و تجاوز میکردن برای کسب منافع و منابع بیشتر. بنابراین در ذات غرب همیشه بحث تجاوزگری و ضربه اول مطرح بود که در همین اواخر در تاریخ معاصر هم اگر شما نگاه کنید، همین استعمار بریتانیا و استعمار کشورهای دیگر اروپایی که حساب بکنید به اندازه مساحتشون چقدر بود، دهها و صدها برابر بلکه هزاران برابر از مساحت کشور خودشون فقط اینا مستعمره داشتن. پس ضربه اول بیشتر از سمت غربی هاست. ما در واقع در این بخش میخوایم بحث بکنیم که چه کارهایی میتوانیم انجام بدیم که از همون ابتدا بازدارندگی ایجاد بشه، که حتی ضربه اول دیگه نکشه که آغازگر جنگی باشد، به مانند همان جنگ 12 روزه که به ما حمله شد و ما کمتر از 24 ساعت آغاز کردیم و در روزهای 4 و 5 جنگ کاملا نبض جنگ رو به دست گرفتیم و در واقع این توازن جنگ رو به نفع خودمان به پایان رساندیم و تا جایی که آتش بس بدون قید و شرط. اگر شما به مکالمات و یا پیام‌های غربی ها علیرغم آمریکا یا امثال ترامپ و دیگران اگر مشاهده می‌فرمودید، با ما به زبان قید و شرط صحبت می‌کردند. میگفتن آقا جان اگر می‌توانی این مسائل رو یا اگر می‌خواهی بیای صلح بکنی، باید این و آن در فرض دارایی‌هات رو و
علمت رو به مانند مثلا موشکیت رو، صنایع هسته‌ایت رو بایستی بذاری کنار، پشت در بذاری و بیای، یعنی در واقع تسلیم بشی و بعد بیای من شما رو میپذیرم. این میشه با قید و شرط. اما در زمانی که اینا التماس میکردم از طریق چندین رابط از حالا سفارتخانه ها و کشورهایی که رابط شده بودن تا این موضوع رو به قول معروف تمام بکنن و این جنگ رو به پایان برسانن یا حداقل به یک آتش بس در واقع موقتی برسانن، یک بازدارندگی رو یا یک پایان جنگ که نمیشه گفت، یک حالت چطور میگن جنگ میان جنگ بینا جنگ رو ایجاد بکنن تا اینا بیان آنچه را که نتوانستن بهش برسن با جنگ نظامی، بیان در فضای جنگ میان جنگ، یک فضای بسیار حساس و تعیین کننده میتواند باشد برای آینده تمام جنگ ها، بیان در آنجا امتیازگیری بکنن و در واقع منافعشون رو تامین بکنن. هرچند که ما الان دقیقاً در آن فضا هستیم، در فضای جنگ میان جنگ که یک حالت بسیار خاصی هست و الان هم اگر ببینید تنش ها چقدر هر بار در مرزهای غربی ما در واقع همیشه پرتنشه، همیشه دارای یعنی بعد هر لحظه امکان دوباره درگیری میتونه پیش بیاد، میتونه در واقع رخ بدهد، میتواند دوباره آغاز بشود. یعنی میخوام این رو به شما عرض بکنم که این فضا و این وضعیت خودش خیلی مهم است. اما بر اساس تجربه های منطقه‌ای سالهای اخیر عزیزان، بخشی از همین تحلیلگران امنیتی معتقد بودند که یک دکترین بازدارنده شفاف این تصور را در میان برخی بازیگران منطقه ایجاد کرده که می تواند بدون هزینه، با هزینه محدود، اقداماتی خصمانه علیه ایران انجام دهند و این برداشت نادرست گاه زمین ساز عملیات هایی شده که با حقوق بین الملل و اصول ثبات ساز امنیتی همسو نیست. ما امروز در واقع به یک خطر دیگری که مبتلا هستیم اینه که متاسفانه آنطور که بایستی پاسخ دونالد ترامپ رو چه در همان دور اول ریاست جمهوری و چه در دور بعدی یا همین دوره که هست آنطور که هست نتوانستیم پاسخ بدهیم و باعث شده که در مورد ایران متاسفانه محاسبات غلطی رو داشته باشه و این میتواند برای ما خیلی خطرناک باشه. چون اگر محاسبات این بشر بر این منوال باشه، هر لحظه با هر پیشنهاد و یا یه خورده تحت فشار قرار دادن توسط این لابی های صهیونیستی، این افراد پرنفوذ و این نفوذی هایی که داخل کاخ سفید هست و اکثریت در خدمت امروز صهیونیسم و امروز در اختیار دولت جعلی و اشغالگر اسرائیل هست و در خدمت آنها هست، با تحت فشار قرار دادن رئیس جمهور آمریکا میتواند چراغ سبزی دوباره برای تجاوز به ایران را بگیرد و ما هم متاسفانه عمل کردی که دولت‌های 11 و 12 و حتی در دوره زمانی که یعنی همین ترامپ با دستور ترامپ حاج قاسم را ترور کردن و درست عین الاسد یک اقدام بسیار خوبی بود اما کافی نبود و همین ناکافی بودن باعث شده که ایران در واقع از نظر سران آمریکای پیش بینی شده به حساب بیاد. یعنی ایران رو و اقدامات ایران رو از قبل میتوانن پیش بینی بکنن و این متاسفانه به خاطر تحلیل ها و استدلال های جامعه اصلاح طلبی بود که سکاندار بخش دولتی و اجرایات بودن و حالا بگیم از شانس خوب یا بد باز دوباره در دور دومی که یک وقفه 4 ساله میانه در سیاست آمریکا پیش آمد میان رئیس جمهورها، دوباره دور دوم ترامپ مصادف شده با دور اول بار دیگر اصلاحات و اینا باعث شد که زمین ساز جنگ 12 روزه شد و الا همانطور که اینا از 20 سال قبل آماده چنین رخدادی بودن میتوانست 20 سال دیگر تمدید بشه. هر ما خب برخی ارسال پالس های نادرست این چنین زمین سازی هایی رو هم میتواند رقم بزنه. بنابراین
در چهارچوب این بحث برخی صاحب نظران پیشنهاد طرح و اعلام دکترین پاسداری پیشدستانه را مطرح می‌کنند. دکترینی که هدف آن پیشگیری از جنگ، کاهش احتمالی خطای محاسباتی و تبیین شفاف خطوط قرمز بازدارندگی است، نه آغاز مناقشه یا تشویق به اقدام نظامی. در واقع یک ملاحظات دفاعی رو مد نظرمون هست. حالا چه کارهایی باید انجام بدهیم دیگه؟ یک، منطق شکلگیری دکترین پاسداری پیشدستانه. این دکترین بر چند اصل عقلانی استوار است عزیزان. دقت کنید این مسائل رو. یک، ایران اصولا آغازگر جنگ نیست، پس ما ضربه اول معافیم. بله، اما تجربه نشان داده که طرف مقابل گاه از این رویکرد بازدارنده و تدافعی سوء برداشت کرده و آن را نشانه عدم اقدام اولیه تعبیر نموده است. در واقع که ما گفتیم که آدم اقدام اولیه نیستیم، ما همیشه حالتمون دفاعیه، ما همیشه بر ما جنگ تحمیل شده. حداقل در این 200-300 سال اخیر ایران به هیچ یک از این کشورها و این کشورهای همسایه تجاوز و یا تجاوزگری و لشکرکشی نکرده است در 200-300 سال اخیر. بنابراین ایران در 200-300 سال اخیر یا در موضع ضعف بود یا در موضع تحمیل جنگ، یعنی تدافعی دفاع بودیم، ما حالت تدافعی داشتیم. دو، این برداشت اشتباه سبب می شود برخی بازیگران منطقه‌ای تصور کنند که می توانند همچنان بر الگوی ضربه اول اتکا کنند. ما بایستی یک کاری بکنیم که اصلا از فکرشون در بیاد. متأسفانه تنها رژیمی که در منطقه این گونه داره محاسبه میکنه تنها یک رژیم هست، اونم رژیم اشغالگره که ما از آن به عنوان غده سرطانی نام میبریم. و الا ایران در واقع ابرقدرت منطقه‌ای خودش و بلکه تعیین کننده نظم جدید بین المللی و بازیگر نقش جدید خواهد بود در واقع نظم جدیدی که از حالت تمامیت گرایی به حالت حالا دیگه از قطعیت ابرقدرتی تک قطبی به حداقل چند قطب و یا چندین پیمان نامه ها یا سازمان هایی به مانند شانگهای و چنین تشکیلاتی برمیگرده و اینا تعیین کننده خواهند بود و یعنی دنیا میره به این سمت و کشورها هم به این نتیجه رسیدن که این چنین باشه و تنها قدرت در ید به مانند آمریکا یا بریتانیا یا روسیه یا چین تنها نباشه. و با توجه به آنچه که امروز اقتصاد جهانی از آن میتواند رقم بزند، فرق نمیکنه اگر امروز آمریکا ابرقدرتی خودش رو تحویل بدهد، چین همان مسیر رو و همان استبداد رو پیش خواهد برد، چون که برای پاسخگویی و پلیس جهانی شدن نیاز دارد که از منابع دیگران هم استفاده بکنه. حالا این منابع رو دیگه اصولا شاید در ابتدا بیاد پول بده، ولی بعدها هیچ تضمینی وجود نداره که چین آمریکای ثانی باشه. پس بنابراین قدرت بایستی متمرکز نباشه در یک جا، تقسیم بشود و ولی خب نمیشود گفت که دیگه هیچ کشوری هم تعیین کننده نخواهد بود. بله، ولی در نظم آینده تنها آمریکا نخواهد بود، بله چندین کشور خواهد بود، ولی حق وتو وجود نخواهد داشت. اما از همین کشورهایی که در واقع اعلان قدرت میشود کرد و میشه روش حساب کتاب کرد، در منطقه غرب آسیا ایران یکی از پایه‌های این قدرت و در نظم نوین ایران یکی از پایه‌های قدرت جهانی خواهد بود. این چیزی هست که اکثر اندیشکده‌های غربی و شرقی بهش معترف هستند و تمام امروز امکانات غرب و همچنین برخی کشورهای شرقی در خدمت آمریکا و رژیم اسرائیل و حتی ناتو هست برای تضعیف جایگاه ایران برای تمدن یا نظم نوین جدیدی که میخواد بیاد. اونجا ایران هر جا قدرتش کم باشد به نفع اسرائیل و متحدان اسرائیل و در رأس اون ناتو و آمریکا خواهد بود. بله. 3. اعلام شفاف دکترین پاسداری پیشدستانه به عنوان یک دکترین اعلامی نه اجرایی میتواند هزینه هر گونه اقدام احتمالی علیه ایران را برای طرف مقابل نامطمئن، پرخطر
و همچنین غیر قابل پیش بینی کند. به بیان دیگر، این تغییر دکترین نه به معنای تغییر اصول بنیادین ایران در عدم آغازگری جنگ، بلکه به معنای ارتقاء بازدارندگی برای جلوگیری از وقوع جنگ است. خب در بخش دوم، اثر بازدارندگی دکترین پاسداری پیشدستانه به چه صورته؟ در نظریه های امنیت بین المللی بازدارندگی زمانی مؤثر است که خطوط قرمز شفاف باشند، پیامدهای عبور از این خطوط برای طرف مقابل بدون ابهام باشد و همچنین اراده سیاسی برای اجرای بازدارندگی قابل فهم و معتبر باشد. اما با توجه به این وضعیت کارش میشه که در منطقه ما هست و با توجه به اون در واقع اوباشگری این رژیم صهیونیستی حداقل برای 5-6 تا کشور حمله مستقیم انجام داده به حاکمیتاش رو نقض کرده، امروز نمیشود گفت که این چنین خط و خطوطاتی رو فعلا ایران میتواند ترسیم کنه. بله، اگر قبل از 7 اکتبر بود، ایران از بازدارندگی در واقع اکتیو بهره مند بود و در 3 حوزه هوا، زمین و دریا حرف برای گفتن داشت و با توجه به اون پدافند یک پارچه‌ای که داشت، خب یک بازدارندگی رو ایجاد کرد و اونم حالت اکتیو. چرا؟ چون که شما میتوانید به منطقه و میزان جنگ هایی که در اطراف مرزهای ما مشاهده اگر بکنید، علاوه بعد از ظهور داعش و همچنین طالبان و حتی بعد از اشغال شرق و غرب ایران، یعنی کشورهایی که در شرق و غرب ایران از توسط آمریکا و ناتو، باز شما در داخل ایران یک جزیره ثبات امنیتی برات ایجاد شده بود که همین ایجاد این فضا یعنی نشانگر داشتن عوامل بازدارندگی یا عامل بازدارندگی داری شما که این ثبات و امنیت رو در کشور توانستی رقم بزنی برای ملتت. اما الان بعد از حمله جنگ که منجر به جنگ 12 روزه شد، این چنین بازدارندگی فعلا شکسته و هنوز یا باعث یک جنگ دیگه، ما به خاطر همینه که میگیم الان در وضعیت جنگ ما بین جنگ هستیم، نمیشود ترسیم کرد. اما این دکتری که مطرح شده در واقع برای فصل جدید ما میشود از این بهره برداری کرد و در واقع این دکترین پاسداری پیشدستانه یک مسئله بسیار مهمی هست که در واقع در حد تئوری و نظریه است، ولی خب مؤثر هست برای اینکه در نظر گرفت و شاید هم بیشتر در این همین موضوع و در همین راستا هم به صورت الان تئوریک هست، بعدها به صورت عمل گرایی تر یا عملیاتی تر به عرصه اجرا در بیاد دیگه، حالا در بیاورن. حالا امیدواریم که این عزیزان نظامی ما بتوانند بار دیگر یه همچین سپر امنیتی که قبل از عملیات طوفان الاقصی یا همین قبل از همین عملیات یا جنگ تحمیل 12 روزه در واقع به عنوان سپر دفاعی و اکتیو ایرانی شناخته میشد رو دوباره رقم بزنن که 100% با ارتقاء باگهامون و رفع خطاهامون و اشتباهاتی که داشتیم و بعد از برطرف کردن اینا 100% از قبل هم مستحکمتر خواهد بود و امنیت بسا خیلی بیشتر و کاملا مطمئنتر. یعنی در واقع برای اقدامات بعدی دشمن ما سپرهای پدافندیمون کاملا مطمئنتر از قبله، چون قبلا باگهاش گرفته شده، ایراداتش گرفته شده و جاهایی که باعث ارتقا داده بشود الان در دست ارتقا هست و بایستی منتظر بمانیم تا ببینیم پایان به چه صورت خواهد بود. اما دکترین پاسداری پیشدستانه در صورت اعلام رسمی موجب می شود طرف مقابل در تمام مراحل با این محاسبه مواجه شود که هر گونه اقدام خصمانه می تواند پیامد فوری و شدید داشته باشد که امروز تمام اکثر کشورهای که در واقع دارای قدرت نظامی هستند چنین فرضیه هایی رو دارن و سعی میکنن به چنین نقطه برسن. الان امروز شما برترین پدافند رو میبینید که در کل دنیا همین بله این دکترین با شفاف سازی پیامدها احتمال اتکا به عنصر غافلگیری یا ضربه اول را به شدت کاهش میدهد. نتیجه طبیعی چنین سازوکار بازدارندگی هست، یعنی بازدارندگی که باعث کاهش احتمال درگیری نظامی و کنترل تنش در سطح
پیش از بحران است. یه سقف به حد سقفی هستی. حالا شما اگر از 1 تا 10 محاسبه بکنی، دی آستان آغاز یک جنگ تمام عیار 10 و اگر اقداماتی هم پیش در واقع صورت بگیره باید زیر عدد 7 6 5 باشه که به نقطه بحران که 10 میشه بعدش میشه جنگ در واقع تمام عیار نرسد. نمونه های بین المللی و سابقه تاریخیش در سطح بین المللی مفهوم بازدارندگی پیش دستانه مسبوق به سابقه است. حتی دولت ایالات متحده در دوره جورج بوش پسر رسما نوع دکترین اقدام پیش دستانه را وارد اسناد راهبردی خود کرد. من خودم یکی از طرفداران این دکترین هستم، اقدام پیش دستانه. هدف رو در نطفه، به نظر من خطر رو در نطفه بایستی برطرف کرد، خاموش کرد، منهدمش کرد. اقدام پیش دستانه بایستی جزوی از راهبردهای کشور باشه، یعنی این نباشه که اصلا کلا بهش فکر نکنیم، جزو حداقل رده های سوم چهارمی قرار بگیرن و از اونم بایستی در برخی مواقع علاوه در برخورد با اشرار و تروریست هایی که در شرق و غرب توسط سازمان های CIA و موساد اینا در واقع حمایت میشوند، اونا رو بتونید در نطفه و در داخل پایگاهاشون نابود بکنید تا به عنوان غده های سرطانی سرازیر نشوند به سمت مرزهای ملی و مقدس کشورمون. بله، هرچند تفسیر شیوه اجرا و مشروعیت آن سیاست محل بحث بوده و هست. برخلاف این نمونه های بحث برانگیز، نسخه تحلیل شده دکترین پاسداری پیشدستانه در این یادداشت صرفا یک دکترین اعلامی بازدارنده است که هدف آن پاسداری از امنیت و ممانعت از آغاز جنگ است، نه توجیه اقدام تهاجمی که گفتم این تئوری هم خیلی حالت محافظه کارانه داره، اما خب وظیفه ما است که این رو به سمع و نظر عزیزان برسانیم. بله، گزینه 4 در مورد بحثش درباره تأثیرات احتمالی بر ثبات منطقه‌ای این دکترین هست که تجربه های بین المللی نشان می‌دهد که هر گونه ابهام در پاسخدهی از سوی کشوری با وزن ژئوپلیتیک بالا که ایران هارتلند جهان به حساب میاد می‌تواند به افزایش تهدیدهای بالقوه منجر شود. برعکس، اعلام صریح یک چارچوب دفاعی پیشدستانه می‌تواند احتمال تصمیم گیری خصمانه از سوی طرف مقابل را کاهش دهد، امکان سوء برداشت در ارزیابی قصد و نیت ایران را از بین ببرد و مانع از ورود بحران‌ها به مرحله غیر قابل کنترل شود که همان گفتیم اون شماره 10 رو رد بکنه، تبدیل میشه به یک جنگ تمام عیار. بنابراین دکترین پاسداری پیشدستانه در سطح کلان میتواند از تشدید مسابقه تنش جلوگیری کند و منطق هزینه فایده را به نفع صلح و ثبات تغییر دهد. در پایان جمع‌بندی بکنم عزیزان خدمت شما که دکترین پاسداری پیشدستانه یک طرح راهبردی با ماهیت بازدارنده و پیشگیرانه است و هدف آن نه آغاز جنگ بلکه جلوگیری از جنگ، کاهش احتمال اقدام غافلگیرانه و ایجاد ثبات از طریق شفاف‌سازی خطوط قرمز است. این دکترین اگر در چارچوب حقوق بین الملل اعلامی، شفاف و مبتنی بر اصول تدافعی تبیین شود، می تواند به عنوان یک ابزار راهبردی برای کاهش خطر، محاسبه غلط و تقویت ثبات منطقه‌ای مورد توجه قرار گیرد. خیلی خوب، امیدوارم عزیزان این مقاله مورد تایید و مورد وثوق شما قرار گرفته باشد. برنامه خودتون رو حمایت بکنید، لایک، کامنت، سابسکرایب و اینکه به دوستان خودتون معرفی بکنید این کانال جدیدمون رو. تا یک برنامه دیگر شما رو به خدای بزرگ میسپارم. یا علی، خداحافظ شما.